امیدوارم برنامه براتون مفید باشه و همونطور که در جریان هستین یک شنبه های ما از هفته گذشته با موضوع جدیدی شروع شده. اون هم موضوع جهاد هست از دریچه قرآن و سیره امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که متخصص و بلد راهمون هم در این مسیر استاد رمزی اوحدی هستن. یه صلوات بفرستیم و برگردیم گفتگومون رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب به دعای شما همچنان این برنامه هم از امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم داره پیشکش حضورتون میشه و ما دعاگوی شما و نایب الزیارتون اینجا هستیم. ضمن که دعا کنیم قسمت شما هم بشه انشاءالله بعد از زیارت حضرت کریمه در شهر قم اینجا هم مشرف بشین و دست پر برگردین. منم مثل شما خوشحالم که این نوبت میتونیم بازم استفاده بکنیم از صحبت‌های دلنشین و مثل همیشه مفید و کاربردی استاد رمزی اوحدی. آقا سلام علیکم، خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. بنده ارادت خودم رو به جناب عالی، همکارانتون و بینندگان محترم تقدیم میکنم و آرزوی سلامتی دارم. زنده باشید، محبت دارید. آقا چی برامون آوردین درباره جهاد در راه خدا در سیره امیرالمومنین؟ از کجا شروع میکنین تو این برنامه؟ عرض کنم خدمتتون که ما در قرآن کریم تو هر برنامه میخوایم به یه آیه جهادی قرآن کریم شروع کنیم، بعد میریم سراغ حضرت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه. خیلی خوب. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سوره مبارکه انفال آیه 60 میفرماد در مقابل دشمنانتون تجهیزاتتون رو زیاد کنید که از شما بترسن. حالا اگر این کارو نکنیم چی میشه؟ ما 8 سال با این صدام بسیجی های ما جنگیدم. بعد از اینکه جنگ تموم شد جناب قوامی، من خوب یادمه اسفند 1369 بود، صدام حمله کرد به کویت. آره. گفت این استان 19 منه. آره راست. پس شما نگاه بکنید با اموال اینا، با مال و منال اینا، با خونه های اینا و تأسف بارترش با ناموس اینا چه کردن. تازه این میگفت اینا عربن، استان 19 منن. ببینید با ناموس اینا چه کرد. اون موقع تازه ما رو میگفت عجمن اینا، یعنی با همزبان خود همکیش خودشون. ببین چه کرد با استان 19 خودش مثلا. ببین اگه به ما بود چیکار می‌خواست. پس ببینید جهاد، مولا علی صلوات الله علیه میفرمان کسی که تن به جهاد نمیده لباس خاری و مذلت رو باید تن کنه. من تو این جلساتی که در پیش هست سعی میکنم داستانها رو بیشتر ارائه بدم که قابل لمس و درک بیشتری باشه، مثل خود قرآن نباشه. مثل خود قرآن. ببینید 19 امین استان صدام آماراش هست. من وقت برنامه نخوام بگیرم که چه کردیم با زن و بچه مردم. طلاهاشونو برد، خونه هاشونو برد، زناشونو به اسارت برد. خب تو که میگفتی اینا عربن، خودت هم که عربی، سر سوزنی به اینا رحم نکرد. که بعد آمریکا حمله کرد و داستان طولانیه، نمیخوام بهش بپردازم. میخوام اینو به شما بگم، وقتی که در مقابل دشمن شما تجهیزاتت رو بروز نمی کنی چی پیش میاد؟ آیه مبارکه 60 سوره اسراء میفرماید طغیانا کبیرا رخ میده. اون موقع بعضی از این کسای سیاسی که تو کشور ما هستن میگن آقا اسلام دین رحمت، جهاد لازم نیست. حالا اقلا یه ذره قرآن بخونید. یه ذره زندگی شناسانه قرآنی داشته باشید. به جای بدی که شما رو دعوت نکردیم، زندگی شناسانه قرآنی. ببینید قرآن چی میگه راجع به جهاد. قرآن میفرماد والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. اگر کسی در راه خدا هجرت کنه و بره جهاد کنه، کشته بشه یا تو این مسیر بمیره، خداوند متعال رزق حسن بهش میده، پاداش بد میده. و نگاه بکنیم که ما در ارتباط با جهاد دنبال طغیانگری نیستیم، جلوی گرفتن طغیانی. شما نگاه میکنید میبینید که حتی حیوانات از حریم خودشون دفاع میکنن. اون موقع تو کشور ما همین الان بعضیا میگن آقا مثلا ما چرا داریم به لبنان کمک میکنیم. ما با اینا یه حرفی داریم و اون اینه که مولا امیرالمومنین تکلیف ما رو روشن کردن تو وصیت‌نامه آخرشون.
وصیت‌نامه آخر حضرت مولا امیرالمومنین میفرمایند که دشمن ظالم باش و حامی مظلوم. اصلا قید مسلمان و غیر مسلمان نزده حضرت. یک. دو، حضرت فرمودن این وصیت من برای حسن و حسین و هر کسی که وصیت‌نامه من به او میرسه. بله. خب شما که دیگه تکلیف خودتون رو روشن کنید. بالاخره با این منظومه نورانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده خودتون رو تنظیم کنید. بعد شما نگاه میکنید میبینید که چقدر دارن جفسازی میکنه بر علیه این وضعیت جبهه مقاومت تو کشور خودمون. شاید برای شما جالب باشه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد اعتماد به دشمن عامل فریب خوردن انسان. تو کتاب قررالحکم حضرت فرمودن حدیث 4775. و تو سوره مبارکه نساء هم آیه 102 خداوند متعال یه نکته رو میفرماد دشمنان شما دوست داره شماها نسبت به جبهه مقاومت به جهاد بی تفاوت باشید، سرد باشید، سست باشید، اسلحتون رو زمین بگذارید، توجه نداشته باشید. بعد آیه 102 سوره مبارکه نساء میفرماد هوشیار باشید در مقابل دشمن. این هوشیاری یه بخشش سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی ما اذهان عمومی رو بی جهت نگران و دلزده نکنیم نسبت به جهاد. داشتیم که باش معامله کنیم. از اگه ما این شکار رو نداشتیم، این بروز بودن تجهیزات نظامیمون که الان دنیا خواهانش، اگه واقعا نداشتیم سر میز مذاکره آقایون سیاستمدار ما رو چی میخواستن، مثلا اینا رو چه حسابی میتونستن بشینن اونجا قدرتمندانه مذاکره کنن؟ الان به اعتبار این نیروی نظامیه که اگر ما خیلی از اینه نه همینه که واقعا همه چی رو داده بود رفته بود. بله. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که تو بعض قضیه جنگ به دشمن اعتماد نکن. تو فرازهای مختلفی هم تو نهج البلاغه اومده که حتی حضرت میفرمایند وقتی با دشمنت وارد صلح شدی، حضرت میفرمایند داری مذاکره صلح میکنی دیگه، نشستی پای میز مذاکره برجام مثلا مصداق امش، حضرت میفرمایند مواظب باش از پشت خنجر بهت نزنه. علی حال افتادن دستای چدنی و دست بخملین و اینا. بله. زیرش یکی از نکاتی که شاید برای شما جالب باشه تو بحث جهاد و جنگ اینه که امام علی علیه السلام تو جریان جنگ جمل یه تئوری قرآنی رو عملی به ما نشون دادن. چرا ما با اسرائیل می جنگیم؟ چرا با اسرائیل می جنگیم؟ خود جای دیگه هم هستن دیگه، مزاحمت هایی برای ما هست. ما چرا با اسرائیل تمرکز میکنیم؟ چرا جای دیگه حواسمون پرت نمیشه؟ امام علی علیه السلام تو جنگ جمل عملا یه تئوری جنگی رو به ما نشون دادن که اونایی که دنبال بحث جهاد هستن، جلسات رو دارن دنبال میکنن، این آیه قرآن فقاتلو ائمة الکفر، سران کفر رو بکشید. بعد از اینکه شتر رو زدن، این شتر سقوط کرد، تمام لشکر فرار کرد. این نقطه پرگار مهمه مستقر نشه. شما دایره رو که میخواید بکشید نقطه پرگار باید مستقر بشه. لذا ما تو بحث خاورمیانه بعضی از کشورهای دیگه هم با ما از نظر فکری همسو و همجهت نیستن. به یه معنا دشمن رسمی یا غیر رسمی ما هستن، دشمنای خزنده و نامرئی ما هستن، ولی ما متمرکز روی ائمه کفری. ائمه کفر کیه؟ اسرائیل. جلال الدین رومی هم حالا به عنوان شاهد مثال میخوام بگم که تو این زمینه یه شعر زیبایی هم داره، ولی اون چیزی که واضحه اینه که تو جریان جنگ همیشه باید اینو توجه داشته باشیم که وقتی شما فرمانده یه لشکر رو میزنید، یه قده چرکینی مثل اسرائیل رو میزنید، خود به خود بقیه‌اش هم ریخته میشه. اون نوچه‌هاش و ایناش هم، اونایی که در صدد عادی سازی روابط و فلان اینا بودن دیگه، وقتی دیدن که این انقدر اولدرم میکرد، انقدر ضعیف شد که حالا داره قدرتش فروکش میکنه، دیگه اونا هم کشیدن عقب. نه یه کاری از این بر نمیاد. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین آیه سوره مبارکه فتح چیه؟ اشداء علی الکفار. اینا میگن آقا اسلام رحمانی، اسلام دین. پس این آیات چیه آقا؟ یه بار قرآن رو اقلا تو ماه رمضان بخونید، با درنگ بخونید، ببینید قرآن چی میگه. شاید هم بعضیاشون خداوند پرده‌ای کشیده به گوش و چشمشون نمیفهمن، چون خود قرآن هم میفرماد پرده میکشیم به گوش بعضیا، میخونن نمیفهمن، میبینن ولی درک ندارن. آره بعضیا میبینن ولی درک ندارن.
آقا میشه آدم ببینه و درک نداشته باشه نفهمه؟ بله. لذا تو فرهنگ قرآن هر کسی نفس میکشه زنده نیست، مگه هر کی نفس میکشه حیات داره. قرآن میفرماد اینا میبینن اما درک نداره. ما یه فاصله بگیریم برگردیم باز ادامه میشنویم و استفاده میکنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدود 7-8 دقیقه دیگه تا پایان برنامه مونده و استفاده میکنیم از مباحث استاد رمزی و احدی پیرامون جهاد در نگاه امیرالمومنین. شاید برای شما جالب باشه امیرالمومنین بعد از اینکه یه مدتی تو صفین حضور داشتن، به واسطه اون اختلافاتی که پیش اومد خواستن خیمه هاشون رو جمع کنن برگردن به کوفه. خیمه ها رو که داشتن جمع میکردن حضرت مولا دیدن که روی یکی از خیمه ها یک کفتری لونه کرده. حضرت فرمودن خیمه رو جمع نکنید. گفت برای چی؟ گفت خونه اینو که نمیشه به هم بزنیم که. ببینید ما قراره بجنگیم، همینجوری نمیشه، یعنی قاعده داره. لذا وقتی حضرت تو صفین، ببینید درس عملیه ها، حتی حیوونا بله نباید آسیب ببینن. نباید آسیب ببینن. قطع درخت ممنوعه، آب رو مسموم نباید بکنیم. اینا قواعد فقهی جهاده. حضرت مولا تو جریان صفین مگه معاویه آب رو نبست؟ بعد حضرت باز کرد. بعد از اینکه باز کرد حضرت آب رو برای اونو باز کرد. این کارا درست است؟ آب بستن یعنی چی؟ لذا شاید برای شما جالب باشه که سیره جهادی امام علی علیه السلام از این نشانه های درخشنده بسیار میبینید. لذا اینکه شما نگاه میکنید غیر مسلمانان برای امیرالمومنین کتاب نوشتن، حالا دیگه من نمیخوام اینجا اسمشون رو بپردازم، شعر گفتن، بعضیاشون دیوانه‌وار علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو سرودن و ستایش کردن. چرا؟ این رفتارا رو دیدن که آقا داره خیمه رو جمع میکنه، یک کفتر تخم کرده روی این بالای چادر، میگه نخیر چادر رو بذارید بمونه چادر. این که او هیچ خط قرمزی رو متصور نیست و از هیچ جرم و جنایتی ظرف نظر نمیکنه مجوزی نیست برای ما که ما هم در جهاد، در مسیر جهاد مثل او بخوایم عمل کنیم. بله آقا. نه، ما در 8 قواعدی داریم. بله در 8 سال دفاع مقدس من یادمه مثلا خلبانای ما می‌خواستن برن عراق رو بمبارون کنن، پلی رو می‌خواستن بزنن تو بغداد، ماشین عروس داشته میرفته، تو تلویزیون خودم دیدم. بله. گفت ما بمب ننداختیم رو پل، رفتیم دور زدیم زیر اون آتشباری سنگین که جون خودش این خلبان به اینقدر اینا غیور و جوان مردن، رفته دور زده اومده تا ماشین عروس از روی این پل بره، بعد پل بغداد زده. خوب یادمه ما می‌خواستیم عراق رو موشک بزنیم بغداد رو، بانک مرکزی بغداد رو ایران زد. قبلش ایران اعلام کرد که آقا مردمی که دور این بانک هستن خالی کنن، ما می‌خوایم بزنیم. اینجور نبود که ما هر جوری بزنیم. یکی از فرماندهان نظامی ایران، حالا من اسم شریفشون رو نمیخوام اسم ببرم، خدمت حضرت امام رسیده بودن که آقا توی منطقه‌ای که فیما بین ما و نیروهای عراقی هست یه رودخونه‌ای هست، ما این آب رو مسموم کنیم، اینا این آبو بخورن بمیرن، ما راحت بریم منطقه رو بگیریم. شما اجازه میدید؟ حضرت امام فرمودن نه خیر، آبو مسموم نکنید. گفتن خب آقا اگه ما بخوایم بریم بجنگیم شهید میدیم. امام فرمودن خب شهید بدید، ما هر جوری که نمیجنگیم که. لذا تو قاعده فقهی جهاد شما سیره امام علی رو که نگاه میکنید یه سری احکام از توش در میاد. مثلا شاید برای شما جالب باشه که مکروه صبح جنگ رو شروع کردن. امام علی علیه السلام صبحا جنگ رو شروع نمی‌کردن، خطبه می‌خوندن. لذا تو جریان جنگ نهروان حضرت خطبه خوندن، یه تعداد زیادی از این نهروانی‌ها اومدن این طرف توبه کردن. خوب بود حالا حضرت خطبه نمی‌خوند، اینا رو کشته می‌شدن و از بین می‌رفتن. تو جریان جمل همین کارو کرد حضرت مولا، یعنی خطبه خوند، روشنگری کرد. این شاید برای شما جالب باشه که قطع درخت و مثلا اینکه به هر شکلی ما بخوایم دیگران رو مورد اذیت و آزار قرار بدیم یا بترسونیم، اینا همه ممنوع. شاید برای شما جالب باشه که مثلا ترساندن مردم، ایجاد وحشت حتی تو دل حیوان ای داره در اسلام. اون موقع شاید برای شما جالب باشه که مثلا اینکه ما دشمنی رو اسیر گرفتیم میتونیم زجرش بدیم، شکنجهش بدیم، بکشیمش اسیر رو، اینا رو نداریم. اینکه دشمن رو بگیریم، ما دستش رو ببریم، گوشش رو ببریم، ناخونش رو بکشیم، اینا رو ما تو مبانی دینیمون نداریم.
لذا قاعده داره، ما تو مباحث فقهیمون یک باب مفصلی داریم در ارتباط با جهاد، نحوه جهاد، اینکه چجوری باید بجنگیم، دفاع چیه، جهاد چیه. مثلا شاید برای شما جالب باشه که دفاع برای همه واجبه، اما جهاد برای همه واجب نیست. جهاد برای کسی که مریضه واجب نیست، اما دفاع برای کسی که حتی مریضه واجبه. مثلا یه دزدی اومده تو خونه، مال و منال یه کسی رو میخواد ببره، خانم تو این خونه است، میگن دفاع لازمه اینجا، این خانم باید از حریم خودش دفاع کنه. دفاع، جهاد نه. این خانم نمیتونه جبهه بره، حالا تو شرایطی به عنوان پرستار شاید بتونه بره، یعنی تو محل درگیری نمیتونه حاضر بشه. بله، اما تو محل زندگیش داره میکنه درگیری به اونجا رسید. بله اونجا دفاع واجبه. آره. دفاع واجبه، دفاع به همه واجبه. لذا جنگ‌های ما همه دفاعی بوده. جنگ‌های رسول الله دفاعی بوده، اینجوری نبوده که حالا بعضیش جهاد ابتدایی هم بوده. ما تو اسلام 2 تا جهاد داریم، یه جهاد ابتدایی داریم، یه جهاد دفاعی داریم. ما تو 8 سال دفاع مقدس که جهاد ابتدایی نبوده که جهاد دفاعی بوده. آقا به ما حمله کردن، ما شاید بعضیا تاریخ انقلاب اسلامی ایران یادشون رفته. من میبینم تو فضای مجازی متاسفانه ذهن جوونا رو دارن شستشو میدن، میگن آقا صدام حمله کرد، شما مذاکره میکردید. آقا صدام اولین حمله‌ای که به ما کرد سال 59 بود. بله. بعدن خورد دوباره اضافه کرد، این مناطق ما رو گرفت. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همون سال اوایل سال 59 شروع کرد، مناطقی هم که گرفت هنوز مشخصه. بعدن آروم آروم شعله ور شد. لذا ما که تو کشور خودمون نشسته بودیم با کسی کاری نداشتیم. اما شما نگاه میکنید اسرای ما رفتن اونجا، خاطرات اسرای ما رو نگاه بکنید. یکی از این سرلشکرهای صدام 4 تا سرباز رو از منطقه مرزی ایران که اسیر شده بودن ایرانی‌ها رو سوار هلیکوپتر میکنه که ببره استخبارات بغداد. تو ارتفاع عشقش میکشه این اسرا رو از اون بالا از هلیکوپتر پرت کنه پایین. اسم این 4 تا شهیدم هست. از هلیکوپتر اسیر رو از اون ارتفاع پرت میکنه. این حیوانیت و انسانیت مرز داره. اینا بعضیاشون اصلا بلهم ازلن، یعنی اصلا انسانیت و خدا و پیغمبر و قواعد جنگیدن و هیچ کدوم رعایت نمیکنن. ما تو این برنامه میخوایم چی بگیم؟ منظومه رفتاری و گفتاری حضرت مولا علی صلوات الله علیه با استفاده از منابع مثل نهج البلاغه و سایر کتاب‌های دیگه مطالبی هست رو در منظر چشم بینندگان محترم قرار بدیم که آقا منظومه جهاد در تفکر و سیره عمل مولا علی چی بوده و به چه شکلی بوده که بتونن بینندگان ما دسترسی پیدا بکنن به این ظرفیت. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. اجرتون بایسته امیر. هوامی ندارین؟ سلامتی بود. زنده باشید، محبت دارید همچنین. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردید. راجع به آنچه که در این برنامه میبینید و میشنوید اگه نظری داشتین حتما به 162 شماره عمومی سازمان اعلام بفرمایید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.